به نام خدا و سلام. توی این فیلم میخوایم که نحوه ارسال و دریافت فکس توی کامپیوتر به وسیله نرم افزار ونت فکس رو خدمت شما معرفی کنیم. این نرم افزار میتونه به وسیله کامپیوتر شما ارسال و دریافت فکس رو به همراه کلی امکانات دیگه مثل ضبط مکالمات، منشی تلفنی، ارسال فکس رنگی و غیره رو انجام بده. البته لطفاً توجه داشته باشید که این گونه نرم افزارها برای ارسال و دریافت فکس نیاز به فکس مودم برای کامپیوتر شما دارن که منظور از فکس مودم همون مودم های اینترنت های قدیمی کم سرعت 56K هستش که احتمالاً با اونها قبلا کار کردید، که البته این گونه مودم ها در اغلب کامپیوترها موجود هستش و نیازی به تهیه و خریداری اونها نیست. البته لطفاً توجه داشته باشید که برای کار با این نرم افزار نمیشه که از مودم های ADSL استفاده کرد، چرا که این نوع مودم ها از ویژگی فکس پشتیبانی نمی کنن. اما اگه این نوع مودم رو بر روی کامپیوتر یا لپتاپ خودتون ندارید، این قطعه رو توی قسمت فروشگاه سایت با این آدرس قرار دادیم که میتونید اون رو به صورت خرید پستی با قیمتی کمتر از 30,000 تومان تهیه کنید. البته توجه داشته باشید که برای ارسال فکس با این برنامه اگر مطالبی که میخواید ارسال کنید به صورت فایل در کامپیوترتون ذخیره هستش مشکلی ندارید، اما اگه اونها به صورت کاغذی هستن شما به یک دستگاه اسکنر نیاز دارید که ابتدا اونها رو اسکن کنید و در کامپیوترتون ذخیره کنید و بعد اونها رو بتونید ارسال کنید. برای دریافت فکس هم در صورتی که فقط میخواید فکس های دریافتی رو به صورت فایل در کامپیوترتون ذخیره داشته باشید باز هم مشکلی نیست، اما اگه بخواید که اونها رو به صورت کاغذ داشته باشید شما به یک دستگاه چاپکر نیاز دارید که اونها رو بعد از دریافت چاپ کنید. اما اگه با این شرایط این نرم افزار برای شما مناسب هست، از مزایای دیگه این نرم افزار خدمت شما عرض کنیم که علاوه بر ارسال و دریافت فکس، قابلیت‌های جانبی دیگه مثل استفاده به عنوان دستگاه تلفن جهت ایجاد تماس تلفنی، منشی تلفنی، ارسال و دریافت خودکار و دستی فکس، ضبط مکالمات و غیره رو هم داره. و علاوه بر همه این قابلیت‌ها، از مهمترین مزایای ونت فکس شبیه بودن محیط نرم افزار به یک دستگاه فکس واقعی هستش، چرا که همطور که مشاهده میکنید محیط نرم افزار کاملا شبیه به یک دستگاه فکس واقعی طراحی شده و در نتیجه کار کردن با اون بسیار ساده و آسون خواهد بود. علاوه بر ظاهر نرم افزار که شبیه دستگاه فکس هستش، عملکرد اون هم بسیار شبیه دستگاه های فکس واقعی هستش. پس اگه قبلا با این گونه دستگاه ها کار کردید، کار کردن با این نرم افزار هم برای شما خیلی ساده خواهد بود. و به این قابلیت ها دارا بودن دفترچه تلفن، امکان تایپ فارسی جهت دفترچه، نمایشگر شماره تماس گیرنده یا همون کالر آیدی که البته مشروط به این هستش که مودم شما این قابلیت رو داشته باشه، ارسال زمان بندی شده فکس، گرفتن فکس به صورت اتوماتیک و دستی، امکان تغییر ظاهر برنامه، امکان پرینت اتوماتیک بعد از دریافت فکس، ذخیره تماس‌های گرفته شده و تماس‌های برقرار شده، ارتباط با اسکنر برای دریافت مستقیم تصاویر از اسکنر و غیره رو هم میتونید به اونها اضافه کنید. و در کل اینکه به وسیله این نرم افزار میتونید کامپیوتر خودتون رو به یک دستگاه کامل ارسال و دریافت فکس تبدیل کنید که از خرید دستگاه های چند صد هزار تومانی فکس بی‌نیاز میشید. پس میریم سراغ نصب برنامه تا در فیلم های بعد روش استفاده از برنامه رو خدمت شما عرض کنیم. این برنامه رو به راحتی میتونید با یک جستجوی ساده تو بسیاری از سایت مختلف پیدا کنید و به راحتی دانلود کنید. اما اگه میخواید که مراحل کار دقیقا مشابه همون چیزی باشه که ما توی این سری از فیلم ها خدمت شما نشون میدیم،
میتونید دقیقا همون فایلی رو که بنده از اون استفاده میکنم رو از سایت نانوکام با این آدرس دانلود کنید. بعد از دانلود یه همچین فایلی رو شما خواهید داشت که برای نصب دوبار کلیک کنید. فایل فشرده هستش، ابتدا اون رو میبایست که از حالت فشرده خارج کنید. دکمه اکسترکت رو کلیک کنید. فایل ها از حالت فشرده خارج میشن. باز کنید. بر روی ستاپ کلیک کنید. یک شماره سریال از شما میخواد. فایل سریال رو باز کنید. یکی از این دو مورد رو کپی کنید. این قسمت راست کلیک پیست. اوکی. نکست. آی اگری. نکست و نکست و باز هم نکست. نصب برنامه تموم شد و میتونید بر روی دکمه فینیش کلیک کنید. اما برای اینکه به راحتی بتونیم برنامه رو کرک کنیم، این تیک ها رو بردارید، فینیش رو بزنید. خب حالا به پوشه نصب برید. پوشه پس رو باز کنید. پس رو راست کلیک و کپی کنید. بر روی آیکون برنامه راست کلیک کنید. پراپرتیز رو بزنید. با زدن اوپن فایل لوکیشن به محل نصب برنامه برید. اینجا راست کلیک و پیست. اگه در ویندوز 7 یا 8 هستید، با راست کلیک و ران از ادمنستریتور کلیک کنید و بر روی دکمه پس کلیک کنید. برنامه کرک شد و حالا آماده استفاده است. برنامه رو میتونید باز کنید. خب دفعه اولی که برنامه رو اجرا کنید، این صفحه برای شما نمایش داده میشه که البته اگه نمایش نداد هم میتونید با زدن این دکمه اون صفحه رو بیارید. اینجا میبایست که فکس مودم دستگاهتون رو انتخاب کنید. اگه بر روی این فلش کلیک کنید، اگه بر روی دستگاهتون فکس مودم وجود داشته باشه و درایور اون نصب و راه اندازی شده باشه، میبایست که اسم فکس مودم شما رو اینجا بیاره که میبینید اسم دستگاه منو میاره. و اگه اینجا چیزی نمیبینید، به این معنی میتونه باشه که یا فکس مودم دستگاه شما نداره و یا اینکه درایور اون نصب نیست، که در صورتی که درایورش نصب نباشه با نصب CD درایور میتونید مشکلتون رو حل کنید. به هر حال بعد از اینکه مودمتون رو نصب راه اندازی کردید، با کلیک بر روی این قسمت اسم مودمتون رو انتخاب کنید، یس رو کلیک کنید و در آخر هم دکمه دیتک رو به معنای شناسایی کلیک کنید. با نمایش این پنجره به این معنی هستش که مودم شما شناسایی شده و میتونید ازش استفاده کنید. خب تنظیم اولیه ونتافکس همین بود و میتونید در فیلم های بعدی قسمت های مختلف و نرم افزار از جمله دریافت فکس، ارسال فکس و غیره رو مشاهده کنید. موفق باشید.